این خانه یکی از ساختمان‌های مشهور شهر کولاب است و صاحب آن یکی از چهره‌های پرتأثیر تاریخ 12 ساله تاجیک دانسته می‌شود. تا این یک هفته پیش پس دیوارهای بلند و مستحکم از چشم رهگذران نهان بود. 13 سال قبل صاحب آن را زندانی کردند. خانه نیم تیار تا این مدت با دیوارهای عظیم خود از قدرت صاحبش درک می‌داد. این خانه به گنرال غفار میرزایوف ملقب به غفار صدای تعلق داشت. او یکی از جنگ سالار آوان جنگ شهروندی بود که تا مقام فرماندهی گارد ملی پرزیدنت تاجیکستان رسید. او را سال 2006 با جرم جنایت‌های وزنین به حکم ابد محکوم کردند. غفار میرزایوف مقامداری ثروتمند بود. چند نوع تجارت داشت. منزلی که او به وی رسید در محل قاقاباد یا هلال احمر شهر کولاب جایگیر بود. در سال 1997 ساختمان خانه‌اش را در این زمین که مربوط به دانشگاه شهر کولاب است آغاز کرد و نیم گکتری آن را دیوار بست. بعد از حبس غفار میرزایوف مال و ملکش مصادره شده تقدیر این خانه ناروشن باقی ماند، گرچند گفته میشد با قرار حکومت به توازن دانشگاه گذرانده شده است. در دانشگاه شهر کولاب به رادیوی آزادی گفتند که خانه گنرال غفار میرزایوف باغچه بچگانه می شود. شاید یک مدت بگذرد و به غفار میرزایوف تعلق داشتن این بنا از یادها برود. این موضع تغییر نام کنند و این دیوارهای نیم ویرانه به خاک یکسان شود.